کی باشد؟ مادرم است کو؟ الو چی گپ است مادر؟ من گفتم که با من اینقدر زنگ نزنی. من خودم بیکار شدم با شما زنگ میزنم. هر روز چی با من اینقدر زنگ میزنید؟ دیگر این کارهایتون رو نکنید. مایلش خیر باز زنگ میزنم. گپ های اینها هیچ تمام نمی شود. هر روز زنگ میزنم. خیلی چی میگویی اینها رو؟ الو سلام علیکم. و علیکم السلام. چی خیل هستی؟ سلامتی چی خیل؟ شکر رحمت سوز. در چی کار و بارو مشغول هستی؟ کروی ما والا. میخواهم که همه بچه ها جمع شویم در یک آنجا شیشته صحبت کنیم. سمیر وقت ندارم. کروی خودم از موی سرم داد بسیار است. به خدا در شهری غریبی زیغ شدم برادران. کارهایت کی تمام می شود؟ خیلی کارهایت رو بود کردی زنگ زن صحبت میکنیم. سمیر من وقت ندارم. باید می کار بار خودم. خیلی میلش وقتی کارهایت رو بود کردی بعد با من زنگ زد با صحبت میکنیم. میلش منتظر زنگت هستم. حتما با من زنگ زن. زنگ میزده باشد. خیلی منتظر میشیم. دیگه چیکار میکنیم؟ الو سلام علیکم مادر جان. چخیل هستید؟ خوب هستید؟ سلامتیتون خوب است؟ پدرم و خواهرانم و برادرانم ساز هستند. در زندگی یادت کردم مادر جان. به خدا مادر جان در این شهر غریبی خیلی شما رو یاد کردم. بعضا انسان‌هایی هستند که با چشم سر می‌بینی آنها با مادرشون خیلی بد رفتار میکنن. من نیز فهمیدم که من هم مادر دارم و با مادر خود چخیل رفت آمد کنم. از همین سبب من به شما زنگ زدم مادر جانم که باید من هر یک صبح از احوال شما با خبر باشم. ببخشید مادر جان که این صبح از خاطرم بر اومده و به شما زنگ نزدم. همه وقت دعاگوی من باشید مادر جان عزیز. روزها رو میشمارم که کی به نزد شما بیایم. دعاگوی من باشید مادر جان عزیزم. در پناه الله نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادر. من میخواستم از شما یک دو چیز رو پرسم. وقتی که شما در نزد من نشسته بودید من با تلفن صحبت کردم. طبع شما خیره شد. وقتی بار دیگر باز با تلفن صحبت کردم شما جای خود را عوض نمودید. میخواستم علت این رو فهمم. برادر جان من نخواست صحبت تلفنی شما رو با مادرتون شنیدم. شما آنقدر با مادرتون بد صحبت کردید که خودم رو داشته نتوانستم. از همین سبب جای خود را عوض نمودم. ما حقوق نداریم با مادر خود این خیلی صحبت کنیم. مادر آنقدر با ارزش است که هیچ مال دنیا به یک تار موی مادر نمی ارزد. از همین سبب با مادرت آن طور صحبت کردن ممکن نیست. نکن برادر عزیز. رفته از مادر خود بخشش پرس که در نزد خداوند چه خیل جواب میدهی. مرا ببخش برادر جان که من اینقدر روز به سخنهای خود اهمیت نمیدادم. من نفهمیدم که اینقدر گناه میکردم. هزار رحمتی الله برادر جان که برای فهماندن من رفته از مادر خود عذر میپرسم. در پناه خدا برادر. میلش الله نگهبان. الو سلام علیکم مادر جان. چی خیل هستی؟ سلامتیت چی خیل؟ مادر جان امیدوارم که تو مرا میبخشی با اون صحبت هایم، چون که من از گناه خود
خود نیز شرم می‌دارم، اما چی کنم؟ غافل بودم، نمی‌دانستم که اینقدر گناه ناپسندی مادر سخت است. مرا ببخشید مادر جان، من خودی سحر مادر جان از غریبی به نزدت برمیگردم. یک باری دیگر عذر مادر جان، مرا ببخش، خاکی پایت شوم. منتظرم باش مادر جان، میلش. السلام علیکم و رحمت الله. من اونقدر گناه کردم که از گناه خود شرم می دارم و من امیدوارم که خداوند مرا می بخشد و من دیگر این کارهایم را تکرار نمی کنم و در نزد خدا توبه می کنم. در این توبه همه وقت برای ما گشاده است. پس همه توبه کنید و باز روی به خدا گردانید. السلام علیکم و رحمت الله.